مردم اصلا سالهای پیش با درا کار کردن گندم سر کار نداشتن، ارد می‌خریدن سال می‌بردن. از این ارد گندم در ایده گرفته مردم استفاده بود. البته آمیخته بود این گندم با تخم‌های رستنی‌های زهرمار با مانندی گلاتروپ گفتن یک علف رستنی است. بعد چند مدت مردم زیاده قریب اگر از یکم بیمار از 17 اکتبر سال 1990 مراجعت کرد، پسان آدم بسیاری بیماران بسیار مراجعت کردند. ساکنان نیم گرسنه بجز خوردن این گندم چاره‌ای نداشتند. زهر رستنی حالشان را بد میکرد، پیوسته دلشان به حضور میشد. سبب کاری جگر ویران شدن، آب در درون شکم پیدا شدن میگیرد. شکم کم شدن میگیرد و بیمار مراجعت میکند به خاطر که بیحال است و شکم بیمار روز تا روز کم شده است. برای مردمی که جبر جنگ و گرسنگی و استعمال تخمی رستنی خطرناک را کشیدند، یادآوری از آن روزها بسیار سخت است. کدام مادر گذشتگی فرزندش به یاد میاره و امو گشنگی و چانون بته یک شب و چانون میگم هم دوره دنو نداشتیم. خدا هم روزو دیگه